منه فدات بشه به حق آل رسول. الهی سفید بخت بشه. خدا پسراتون زیاد کنه، اقه زیاد که یه جهاز پرونا بکنی و ببری دریا. نخلو ما دخترم شربه اول دست خدا، بعد دست تو و بیبی میسپار. توی آبادی قریبه، به غیر شما کسی نداره، خود دونی و خدا. دیگه بس را بیفتی، را ما خود دیر، اما ایشالله سی زویدنش سی خم میرسون. اوی کلان برو اون پس و کو بیاری اینجا. ها بون ایشالله به امید خدا فصل مویگیری که بشه با دست پر باگردیم. به دلم برات شده که دریای این فصل دریای خوائر و سربرایه. البته قابل شما خون نداره، اما خود شیربوهای شربه قابل دار شمایی. باشه همینجا سی شربه کمک خرج دخترم باشه تا نخلو از دریا واگرده. خدا عمر و عزتت بده. خب
به سلامتی و دل خش عروس و دوما برن تو حجله. پایس وای گردیم جزیره را دیره. آفتابم دی میکنه و شو میشه. خدا پشت و خوناتون. بریم. نه امرو بازم خط خبری نی. انگاری باید با دست خالی واگردیم. بازم باید با چند تا سده مویریزه واگردیم بنا. یعنی فصل مویگیری از دستمون رفت؟ کار خودان دیگه. هاره ای وقت میبینی تو را پر مایی درشت میشه، با وقتام پر شیلو. کار خودان دیگه. سیچه گردن خدا میلی نا خدا خواستی دریا پر مویی کرده. کی گفته سحن ما از این همه مویی باید مشتی مایی موتو باشه که فقط 30 هیون خوبه؟ خب تو میگی چه باید میکردیم پسر زارمه؟ نا خدا هوا گرمه. این پویز از تابستونم بدتر شده. وقتی هوا گرمه شما خودتون خوب بهتر ما میبینی. مویی از اوکمی فرار میکنه میره ته دریا، میره تا دل و خونکی. ما این همه وقت بی خود اینجا معطل بیدیم. ای بچه می حرف تو کلت نمیره. حکمن حکم کردن که ما زیادتر از این تو دریا نریم. دولت با فرنگی ها کنترات کرده. اگه گشتی ها بگیرنمون 30 جهازمون ضبط میکنن. کسی خوکار تو نداره. آخه کمون ناموسلموسی اینا اجازه داده سی دریای خدا غرق کنند. به ما چه سیزنه به چامون ببریم؟ جاسم خندت چی چنن؟ حرف ما خنده داشت؟ خب معلومه که خنده داشت. ما که هر کمون 6-7 تا بچه داریم نمیگیم چی سیزن بچه همو بدیم. اوسه تو که بچه هم نداری و تازه 4 مان عروسی کردی منمنه زن بچه داری تو خنده داشت نه؟ خب بچه دارم میشون تو همین تاوستون و هم وقتی که یه مویی هم گیره کسی نمیاد. خدا نمیگم بریم 30 جزیره جندی 30 تو رامون میندازیم دریا پر مویی میکنیم و وا میگردیم. به خدا یه خبری بشه. اینجا فقط شیلو گیره و میاد و 4 تا ماهی موتو. میگچ تو کلت کردن. گشتی یا میگیرنمون. تازه اوم هی خالی میره. خواست خدا صبح میواگردیم خشکی. نه ما نمینم. تو؟ بله ما. سگی کی باشی پسر زارمت؟ یادت رفته چه سر بابات آوردن؟ تازه کارت به جایی کشیده که تو ریمون بیویسه کی؟ اصلا همش تقصیر حاج رئیسن که گفت دست تو جهاز بند کنم ولی کسی شما زاریا کار میده. آخه سنو بیبین نپه با چه واگردم خونه؟ قصه او هم نخور. اگه آدم باشی خمسیت جورش میکنم که 4 تا غنی قرضون بدی بعدش بینی برم نوکری فرنگی لاوان؟ نه ما حالش نیستم. به درک که نیستی. اگه تو شعور داشتی میفهمیدی که حاج رئیس در حق همه پدری کرده که رفته با شرکت نفت کنترات بسه تا چند سال دیگه
لبان چی شد چراغ خلیج میشه. اوسه تو و عروست باید تو بلاد بمونین و اومیابه گند کرده دریا بخورین. سیشه اومیابه گند کرده بخوریم؟ میرم امارات کار میکنم. بهتره این که نوکر تو و حاج رئیس باشم. خب حالا که روبیم هر چه دلت خواستمون درازی کن. وقتی رسیدیم خشکی حالیت میکنیم. گمونم باد گرفتتش. بله ناخدا. چند روز این ریسینه جهاز نشسته و با خوش حرف میزنه. مراقبش باشین. یه وقت دیدی تش تو جهاز انداخت. باشه ناخدا، هواش دارم. پاشو دختر پاشو. دیگه تو حبانه سیل خود نکن، نکبت میاری. شوهر دلو ری دریا. پاشو. پاشو برو تو صف، همیشه خلاصش میکنن. پاشو برو دوباره آبوسون. باشه بیبی باشه. اما عجب او خونه کیه نا؟ بچه شکمت باد میکنه. یکم میخور شکمت او میاره. آب تموم شد، بریم پی کارتون. چجوری تموم شد؟ چجور تموم شد؟ چیکم گیرم نومد. به درک که گیرت نیامد. فکر میکنیم ما نوکر باباتونیم؟ از صبح یه تانکر آبو بردین، بازم بستون نشده؟ حالا نمیشه تعلیرش سیما بدی؟ یه چیکم نمونده تازه. شما مگه همیشه آب شیرین میخورین؟ اینم شرکت نفع از سر صدقه به شما میده. بری خدا رو شکر کنید. یالا دیگه بریم پای کارتون. آب ژاندارمری نگه داشتی؟ خب معلومه، بریم تانکرتون رو بیاریم. های شرفی تو هم آب گیرت نامد؟ بله یه جعله گرفتم. بیبی گفت بیام یکی دیگه هم بگیرم. ایشالله مردمون که از دریا و گشتن میریم بندر یه اوه حسابی میاریم. ایشالله. امسال که نه بارون زیادی بارید و نه موی چندونی گیرمون اومد. ایشالله ایکشه با دست پر میواگردن، با تورای پر موی. ایشالله. جاز اومد. آی چه شده؟ دریا واگشتم.
جهاز اومد. نخلو واگشت. خوشحالید دیگه سیچنن؟ خب نخلو واگشته. مگه شما نخوشحالین؟ نه خوشحالم. خب سیچه؟ حکمن دست خالی میان. اینه به این زودی نوا میگشتن. بلکم بوی زیادی گرفتن و بعد نه گمون نکنم. دخترو نونت سوخت. برو تنیر خاموش کن بعد بریم بینم چه شده. نخلو بیا ایم سی عروسه. بینم بازم زبون درازی میکنی؟ حالا با صدقه نون نخوردم، بعد از این هم نمیخورم. دیوونه بیچی شروع. سلام نخلو. سلام. حالت خشن ننه؟ تو چوری شروه؟ ای ننه تو که میری دریا ما دیگه شو روز ندارم. بازم موی موتو؟ به میخواستی از تو شل دریا شیرمایی میگرفتی؟ دیگه سیادی برکت نداره و اسرف پی کار دیگه. بریم خونه. این بادی که تو لارش جا گرفته حکمن باید علاج بشه. جونش بد شده، نه دست خوشه. باید به حاجرهی شور کنم که چه تکلیف مونه. سلام ناخدا. سلام نخلو. سلام علیکم ناخدا. سلام علیک سرکار. رسیدم بخیر. سبکم الله بالخیر. سعید چطور بود؟ بازم مویمود. خب البته زیاد گرفتیم، اما مینه هوا گرم شد. مایی درشتار رفتن ته دریا. ما هم خب نمیتونستیم بریم اونجا. ناراحت نباش، انشالله لاوان که رفتین کاروبار همه سکه میشه. انشالله. ببینم بچه هاتون قاچاق ماچاق که نیوردن؟ دست شما درد نکنه سرکار. ما با هم نون و نمک خوردیم، قرار مدار با هم دیگه نبودیم. من که نگفتم تو، گفتم بچه ها. شما امین ما هستین ناخدا. سرکار والا ما دیگه نمیفهمم از دست این نخلو چه بکنم. شورش در آورده. بازم؟ عجب. ما فکر کردیم اگه این بچه عروسی کنه سر به راه میشه. نه بوا، حالا دیگه همش فکر عروسشه. میترسم یه دفعه باقی جاشو بو شورونه و کار دستمون بده. نمیدونم چه بکنم. غلط کرده دیگه نبرش. اوی جاسم، او معین سرکار استوار بیار. خطری شده، گمونم باد طولارش رفته. آخه اینا فامیلی زاری هستن. باد یعنی چی ناخدا؟ بگو کلش خرابه، بگو کلش بو قرمه سبزی میده. خب همون باد بوانه میره تو کلش و کار دستمون میده. دست شما درد نکنه ناخدا. قابل شما نداره. بذارشون خوش بسر. بیلم اونجا.
اینا همش دسیسه حاج رئیس و ناخودم. میخوان جهاز بدن اجاره شرکت نفت، علی ولات هم ببرن سینوکری فرنگی جزیره لابان. ای اجازه بدی روزا میرم بندر، اونجا موی پاک میکنم. چیشون روشن بیلون بایی شکم روزی 30 فرسخ را بری و وا گردی. میما مردم میرم یه کار دیگه میواجرم. اصلا فکری شدم برم امارات. نه اونجا نه، تو رو به خدا اونجا نه. هر کار میخوای بکنی همینجا بکن. بوام رفت اونجا و دیگه نواگشت. حالا 30 خاطری که بوای تو رفته و نواگشته خون نباید وحی بشه و کسی نره. مردن باید بره کار کنه، همیشه با دست پر با میگرده. الان تو امارات پیر ریخته. ببین صبح درشتاش ببر بندر و بفروش، آرد و روغن و چای بخر. پیزاشم خوش. نه بچی نخوردی خوب؟ نمیتونم حالم نخشه، اصلا اشتها ندارم. از رید دریا اینجوری شدم، همش دلم میخواد یه جا بشینم و سیل یه جا کنم. همش از فکر و خیالاته. یه سری میرم قهوه خونه. تو دریا چیزی نیدی؟ نه بیبی چیزی نیدم. اینایی که گفتی علامتهای بادن، خدا کنه جونت بد نشده باشه. تو قراردادمون نوشته که بین لاوان و چارک و گاوبندی کار کنیم. هر وقتم لازم شد بریم لنگه و کنگور، اضافه میدم. قبول؟ باشه قبول. آدم باید سیخوش با اوضاع و احوال جور کنه. تا ابد خود نمیشه با یه جهاز چوبی رفت دریا و مویی گرفت. الان فرنگی ها با هر 3 10 تا مویی میگیرن. با او قراباشون بایدم بگیرن. ای بتونیم یه خورده جمع و جور خومون بکنیم، ایشالله ما هم یکی از کوچکاش میخریم. ایشالله گذشته از این ما خود نمیتونیم با دولت و فرنگی ها در بیفتیم. میتونیم؟ نه والا، تازه سیچه که یه قطع قوره مثل نخلو توری آدم هم وایسه. اینا باید گشنگی بکشن تا قدر عافیت بدن. سیش گفتم پسر زار مهد، یه روزی میاد که حسرت این روزا بخوری. بله. نه این کلکو آدم بشونی. خیر. نچی حالا که دیگه میگن بدجون شده، زاری شده. دیگه وا مصیبتا. اصلا همی بی که یه دونه موی شیر نگرفتیم. وقتی یه زاری تو جهاز باشه خومویا همه میگروزن میرن ته دریا. از قرچاقم خو خبری نبید. حاج رئیس، ما میگم بریم خضر و نظر و نیازی کنیم. شما گپترای ولات هستین، تو فکرش باشین، کمکش کنین. ما خود دریقی ندارم. نه اصلا مدتی ان تو ولات نکبت افتاده. نه بارون داشتیم و نه مویی. او انبارا پر تا پر لش سگ و کفتار آبیده. بایست نظری کنیم. خدا بیامرزه بوهای شرکت نفت که ای تانکیای او آورد و الا باعث شویمون با او شور دریا میخوردیم. سلام علیکم. سلام نخلو.
سیکو بازم خیره شده. علامت باده. درسته. انگاری خین چیشاش گرفته. باید بریم پیش بابازار و حرف بزنیم. باید یک کاریش کنیم. آی نخلو، ناخدا از دست خیلی گله‌ای داره. چه میگی؟ باکی نی حاجری جبونه، اما خو آدم باید حرمت گبترام نگه بداره. ما هیچ وقت نخواستیم بی حرمتی کنیم ناخدا، فقط حرف حق زدیم. حالا می کسی خشش نمیاد دیگه نمیزنیم. اصلا میرم پای کار دیگه. میخوام دیگه دریا نرم. حالم نخشه. دریا خیالاتی میکنه. خوب میشه. توکل به خدا کن و حرف گبتراتم گوش بگیر، خوب میشی. ما هم تکلیف داریم کمکت کنیم. مینه ناخدا. خو البته حاج رئیس، نخلو هم مثل پسرمه. خب بریم دیگه. بریم. حاج عباس ما رفتیم. خدا حافظ. خدا نگهدارتون. بفرمایید. سلامت. آی نخلو، چه تابیده؟ مریض احوالی؟ مریض احوالو. هر وقت چیش تو چش حاج رئیس میشم بد حال میشم. بگم یاد هجوم پاکستانیا میافتم. روزی که اومدن تورامون پاره کردن، دل مامون غرق کردن، آدمامون کشتن. میگن 30 بوات هم همونا کشتن. درستن؟ درسته. ما به چه بار بیدون لینا سیما تو حبانه قیوم کرد، اما ما سر حبانه ورداشتم و همه یه چی دیدم که چه کردم. دریا و باد زیادم گرفتار میکنه. اینجور که ناخدا میگه بادش باد دریان، باد ناصافین، کافر بادن، باد سرخن. ای زیر نشه زی مرکبش میزنه زمینو نابودش میکنه. خود دومنش بیا زیرش کن. میخوام کاری کنی این کلکو از دست این باد خلاص بشه. تمام از دست او خلاص آبیم. بله. دایم یقه همه میگیره. حالیتن چه میگم بابا؟ اینا فامیلن زاری میشن. بی خوش اهل هوان. ماما زار سی بادش زیر کرد. خلاصه باید بگم این پسره باید آروم بگیره. اینه باعث میشه تموم جاشوام از دستم برن. حالیم حسی زیش مجلس میگیریم. 3 روز و 3 شو میکوبیم. بادشم زیر میکنیم. بوسه آروم میگیره. راحت میشه.
کری شکری بشین بینو پازم کری شکری بیل تا بوشورمت کجا میخوای فرار کنی؟ پازن خوب کری شکری شربه سلام بیبی سلام بیل تا کمکت کنم نخسته بیبی یه پیاله اوسیمو بده دختر که هلاک بشم. اون سال دیگه چه جهنمی بابیده هنی عید نرسیده هوا اقدم کرده ها بیبی سال بدین ها دی سال بدین تو بازار بندرم موی کم بید همی موی ریزا از اون خوب خریدن بیا بیبی بسون مو هم جاش آرد و چای و روغن خریدم نخلو زوری نومد؟ نه رفته ژاندارمری بلکه هم استوار جواز عبور بدتش خدا کنه حالش خوب بشه حالش خوب میشه بیبی فقط یک کمی لرز داره گمونم ری دریا که بیده سرما خورده خدا کنه ننه جاسم میگفت همه ی ولاد پیچیده که نخلو بد جون شده باد گرفتدش همه بی خود میگن خود سرما خورده تازه خلقش هم نه سر جاشن سرش گرم کار که بشه خوب میشه اگه جونش بد شده باشه تا مجلسیش نگیری خوب نمیشه خدا کنه که بادش دومن بشه و اذیتش نکنه اینه خدا عالمن که ما بی نخلو تو ای سال قحطی چه سرمون میاد بیبی میگم صبح اهل ولات میرن زیارت نظر و نیاز میکنن چی جورن مام سی نخلو نظری کنیم حکما خوب میشه باشه یه حلووی سیش میپزیم خیلی ممنون قبول باشه
دست شما درد نکنه. قبول باشه. بپرستی چه نخلون نومده؟ حالش نخش بود. گفت خونه میمونم. گوش بگی دختر، ما و ناخدا رفتیم پیش بابازار، قرار مجلسش بگیریم. انشالله بادش زیر میشه و تنش سالم. بابازار گفت وقتی بادش زیر بشه وضعشم خوب میشه، بادا یار و یاورش میشن، اهل هوا میشه، تقرب پیدا میکنه. اما ما میترسم. نترس، بابازار تو خلیج حرف نداره، از همه بالاتره. ای نتونه باد نخل رو دومن کنه، خود دیگه نه بابازاره. سیش حلوا پختم، انشالله خضر خوش شفاش بده. انشالله. بیبی دلم شور میزنه، میرم یه سری به نخلو بزنم. برو دختر، سیشونم یه چیزی درست کن. یا حبیبی یا نوبانا یا موج دریارا
قسم بخور، قسم بخور، قسم بخور. او جاشوئن، فقیرن، هیچی نداره. از مرکبت بیاودومن، بیاودومن، از مرکبت بیاودومن. زارش بابوره، زیر نمیشه، خین میخواد. چه شد؟ بادش زیر آبی؟ حبیبی بادش بابوره، خین میخواد. وای آخی قربانی از کجا بیارم؟ فقط یه بزی داریم که او هم شیربوهای شربند. اگه قربونی و خین ندیم دیگه بادش زیر نمیشه، تحریم میشه و باید به زنجیر ببندیمش. بیا بریم بزکو بیاریم، سرم خوب بشه. بهترین که یه بز خونه داشته باشه. بیام خین، بخور و از مرکبت بیاودومن. ای دیگه تهران شده، بادش زیر نمیشه. انشالله 2 ماه بعد که واگشتیم دست زن و بچه همون میگیریم و از اینجا میریم. معلومه لاوان رو به ترقیه، آتیه داره. از چاهای نفت که اونجا تو دریا زدن پیل میاد بالا. الان کلی شرکت های خارجی اونجا کار میکنن، کارگر میخوان، خدمات میخوان. الان وقتشیم که بریم اونجا و حسابی پیل در بیاریم. درسته، حقوق کارگر و خدمات لازمشونن که جهاز من با جاشواش کمپلت اجاره کردن. خدا کنه اگه همه شما از اینجا برین در این پاسکار رو میبندن و ما هم خلاص میشیم. یا ما رو میفرستن بندر لنگه یا چابه ها. نور علا نور میشه. آخه اینجا هم شد جا. نه خدا. ها موتور حاضر شد. خیلی خوب، او که اومد بالا حرکت میکنیم. برو.
چه میخوای؟ او میخوای؟ دیرم آبیده. میخوام برم تخم کاسه پشتا که دیگر رو دم دریا جمع کردم بفروشم. بعد باید برم خونه خالو باقر سده ببافم. بیبی رفته در، اما سیزور وا میگرده و چاستو میدتت. الان سمان که بچم مثل یک کل استخون کنج خونه افتاده، نه جم میخوره نه حرف میزنه. تو خود اهل هوا هستی، میفهمی بادش بابوره، چی دست پای مرکبش مچنگ میکنه. علاجش کن بابا، هر کاری که بگی میکنم، فقط علاجش کن. بازم مجلس سیش بگیر. فایده ای نداره بیبی، سکش سیش مجلس گرفتم. نه، علاجش همون که گفتم. آخه این دختره که راضی نمیشه، بچشن پاره تنشن، بایست بشه شوهرشن، از دستش میره. تازه اگه بچه به دریا پس نده آشوب میشه. نه سی میفته تو خونه و سی همه از بین میبره. چیشه هر کی به او بچه بیفته زاری میشه. اما اگه بچه به دریا پس بده بابور سی مرکبش ول میکنه. دیگه خود دانی بسرت از دست میره. ما خود غلای خون میکنم. نه گفتم نه. اولش شوهرم دستم گرفتی، بعدش هم بزم. حالا میخوای به چه من دستم در بیاری؟ آخه چه از جونم میخوای؟ چه؟ کی شوهرت از دستت گرفت؟ خود گرفتی؟ ها تو ای بدون شربه ما نمیخواستم بگم، اما حالا که میبینم بی حیام شدی میگم. همش از قدم تو بید. اولش بارون نومد، بعد مویی کم شد، بعد نخلو به این روز افتاد. همش از قدم تو بید. تو با خود باد سرخ از دریا آوردی، بادی که سی بچه ما کل استخون کرد. خجالت بکش دختر. ای که تو شکمتونن باد نوبانه، مال دریان، نه بچه تونه. قابلی تو این خونه و ولاد سی همه جا نابود میکنه. نمیبینی همه میخوان از اینجا برن؟ همه غلط کردن. مردا رفتن جزیره ایلاوان تو شرکت نفت کار کنن، بعدم بیان دست بچه هاشون بگیرن از اینجا برن. خب این چه دخلی به بچه ما داره؟
اونا چه میخوان زن و بچه هاشون از اینجا ببرن؟ خاطری که میگن هر کی چیشش به بچه تو بیفته جلدی کور میشه. اینا همش چیزایین که اون پیر خرفا تو کلت کردن. بیبی حکیم اینا از خوش در آورده. بیبی حکیم چی کار داره؟ خب بابا سارو میگه. نکنه میخوای بگی بابا سارم دروغ میگه بله؟ ای خدا، چه روزگاری بود که دوچارش آبیدم. ای ننه کجایی که تو قربت از سیر آبیدم، بدبخت آبیدم. ای خدا، ای خدا. دیگه جایمون نه تو این خونه، ما رفتم. به چند بدبخت کردی؟ خمم از خونه در کردی. موسی خود میگو ای بچه تو این خونه دنیا بیاری همه مردم خونمون تش میزنن، اوسه خودتو شوورت قنزال میشی. شروه چته؟ حالت خشنی؟ نه، تو کمرم درد دارم. حکمن درد زویمونن. چه میدونم، هنی که وقتش نشده. اگه زیاد کار کنی وقتش زودتر میشه، فشار میاره و بچه زود میاد. پاشو برو، یه دفعه میبینی میزایی یا؟ نه، نمیزایم. وارسی صده کو تمومش کنم تا 2 قرون پیل گیرم بیاد. میخوای موسی تمومش کنم؟ نه، قربون دست و پنجت. حالم خوبه، همینجا میمونم تمومش میکنم. بچت رختم درست کردی؟ ای دده، با کم و پیل، با کم و حوصله. خود میفهمی ما 1000 جور بدبختی داریم. با این همه بدبختی به چه رخت میخواد چه کنه؟ بی رخت و لباس خون نمیشه دده. ما 2 تیکه لباس بچه دارم، میرم سیت میارم. راضی به زحمتت نیستم. چه زحمتی؟ همه چند تا تیکه لباس ناقابلیم. میخوام یه سریم به بچه هام بزنم، زودی با میگردم. ایشالله همه چی درست میشه. خدا از زبونت بشنفه. پاشو زن، پاشو برو خونه. یه وقت میبینی میزایی یا؟ خونه؟ نه، خونه نه. نه، به کجا میخوای بزایی؟ میرم یه جایی پیدا میکنم. میترسم اگه تو خونه آدم چه چیزایی میشنفه. نکنه میخوای بری تو بیابون بزایی؟ میرم قدمگاه، اونجا یه 4 دیواری حسی که توش بزایم.
اگه تو خونه بزایم اونو هم خونه تش میزنن واسه نخل و قنزال میشه. خب پشو برو قدمگاه تا ما هم بانک بیبی خالو بزنم. خدا اجرت بده. این نخلو خوب بشه خوب ما میریم لوان. ما اگه ای دختر کو جون سختی کنه و نخواد بچش بده سی دریا ما میرم بندر پیش دخترو. چاره دیگه اینه دارم خداییش دختر خوبیه، زحمت کشین، کار کنین، از نخلو خوب مواظبت میکنه. اما خب حرف تو گوشش فرو نمیره، اعتقاد نداره. السلام علیک بیبی. سلام علیک. امیدون بگم شروه دردش گرفته. کی؟ کجا؟ همین الان تو خونه خالو باقر حسده میباف که دردش گرفت. اومدم خبرتون کنم. گناه داره. بیبی ای بوام چت شده دده؟ چت شده؟ دریا چه؟ حرف بزن. دریا داخل شد، میخواست بچم ببره، اومد داخل. خیالاتی شدی تنها بدی ترسیدی. همین که میگن زن پا به ما نباز تنها بمونه. رفتم سی بیبی خالو بیارم، هرچی التماس کردم نامد، گفت میترسم زلش میره چشش به بچه تو بیفته ترم بشه. ما هم رفتم خونه و ای 2 تیکه لباس آوردم. آروم باش بچه که بیاد همه چی تموم میشه. بیبی میمیرم سی بیبی میمیرم سی. تو رو خدا کمکم کن بیبی. به خدا بنده خدا موسی خاطر خود میگو. ای چشت به چش این بچه بیفته ترن میشی، از بین میری، باد سرخ تو لارت میفته، شوهرت هم دیگه خوب نمیشه، بدبخت میشی. نمیفهمم، به خدا نمیفهمم چه بکنم.
الانم باد دریا حیثی ما میگرفت. هرچی بگین میکنم، فقط راحت بشم، راحت بشم بیبی. و بازم میرم دریا، زودی میواگردم، میرم دریا، بازم اوی دریا خالی کنم، بلکه 30 پسرم پیدا کنم. زودی میواگردم، زودی میواگردم، زودی میواگردم. بابا دریا، قسمت میدم که امرود یه سیب چند واگردم. آخه دلم سیش تنگ شده،
بابا دریا. Yeah.